سلام خدمت دوستان عزیز، حامد داداشوان هستم با جلسه سوم از کتاب English Grammar and Use در خدمتتونم. این جلسه در مورد زمان Present Continuous صحبت میکنیم، زمان حال استمراری. به قسمت A توجه کنید. She is eating. She is eating. او در حال خوردن هست. She isn't reading. She isn't reading. او در حال خواندن نیست. It's raining. It's raining. داره بارون میاد. The sun isn't shining. The sun isn't shining. خورشید در حال تابیدن نیست. They're running. They're running. آنها در حال دویدن هستند. They aren't walking. They aren't walking. آنها پیاده روی نمی کنند. The present continuous is. ببینیم ساختار این زمان چی هستش. am یا is یا are به اضافه doing, eating, running, riding، یعنی به اضافه فعل ing دار. پس وقتی که میگیم I am doing یا he is doing یا they are doing، این زمان present continuous هستش، یعنی حال استمراری، یعنی کاری که در حال حاضر در حال انجام شدن هستش. برای منفی کردن این زمان ما not رو به فعل to be مون اضافه میکنیم. مثلا میگیم I'm not doing، he isn't doing یا she isn't doing یا we aren't doing یا they aren't doing. به این جملات توجه کنید. I'm working. I'm working. من در حال کار کردن هستم. I'm not watching TV. من در حال تماشای تلویزیون نیستم. Maria is reading a newspaper. ماریا در حال خوندن روزنامه هستش. پس اول فاعل اومد ماریا، بعد فعل to be is و بعد فعلمون به همراه ing reading. She isn't eating. She isn't eating. او در حال خوردن نیست. یا میتونیم اینطوری هم بگیم she's not eating. She's not eating. The phone is ringing. The phone is ringing. تلفن در حال زنگ خوردن هستش. We're having dinner. We're having dinner. ما در حال خوردن دینر شام هستیم. Have به معنای خوردن هم نیز هستش. You're not listening to me. You're not listening to me. شما به من گوش نمیدی یا در حال گوش دادن به من نیستی. You aren't listening. You aren't listening to me. The children are doing their homework. The children are doing their homework. بچه ها در حال انجام تکالیفشون هستند. Am is are plus ing. Something is happening now. پس همونطور که گفتیم این ساختار داره به ما میگه که یک چیزی یا یک کاری در حال انجام شدن در زمان حال هستش. نه گذشته هست نه آینده، زمان حال یعنی now. I'm working. She's wearing a hat. She's wearing a hat یعنی او کلاه پوشیده، یعنی الان کلاه پوشیده. They're playing football. آنها در حال فوتبال بازی کردن هستن. I'm not watching television. I'm not watching television. من در حال تماشای تلویزیون نیستم. به این جملات توجه کنید. Please be quiet. Please be quiet. لطفاً ساکت باشید. I'm working. I'm working. I'm working یعنی I'm working now یعنی الان دارم کار میکنم. لطفاً ساکت باشید. Look, there's Sarah. نگاه کن، سارا اونجاست. She's wearing a brown coat. She's wearing a brown coat. او یک کت قهوه‌ای پوشیده. توجه کنید که چون ما لباس رو در تنمون هستش یعنی الان پوشیدیم، به خاطر همین از این ساختار استفاده میکنیم. مثلا میخوایم بپرسیم که شما چه چیزی پوشیده اید، میگیم What are you wearing? What are you wearing? میخواید بگید مثلا تیشرت پوشیدید، میگید I'm wearing a t-shirt. I'm wearing a t-shirt.
The weather is nice. The weather is nice. هوا خوبه. It's not raining. It's not raining. بارون نمیاد. Where are the children? Where are the children? بچه ها کجان؟ They're playing in the park. They were playing in the park. دارن تو پارک بازی میکنن. On the phone. حالا داریم با گوشی صحبت میکنیم. We're having dinner now. We're having dinner now. الان داریم شام میخوریم. Can I phone you later? میتونم بعداً باها تماس بگیرم. You can turn off the television. You can turn off. Turn off خاموش کردن. میتونی تلویزیون رو خاموش کنی. I'm not watching it. I'm not watching it. من در حال تماشا کردن اون نیستم. قسمت بعدی که قسمت اسپلینگ هستش، قسمت دیکتش هستش که خیلی مهمه واسه وقتی که ما میخواییم بنویسیم. یعنی این بخش برای بخش رایتینگ ما میتونه کاربردی باشه. توجه کنید که اگه فعلی به ای ختم بشه و ما میخواییم به اون ING اضافه کنیم، باید ای خط بخوره و بعد ING رو مینویسیم. مثل فعل کام که همونطور که میبینید به ای خط شده، ای خط میخوره و کامینگ نوشته میشه. یا فعلی مثل write که دوباره به ای حرف ای خط شده، ما ای رو خط میزنیم و بعد ING رو بهش اضافه میکنیم. و dance هم به همین شکل که میشه dancing. و در مورد قانون بعدی که اگه حرف ما قبل آخر حرف صدادار باشه، حروف صدادار ما 5 تا بودن که A, I, O, U و E. اگه حرف ما قبل آخر فعل حرف صدادار باشه، ما حرف آخر فعل رو یک بار دیگه تکرار میکنیم و بعد ING بهش اضافه میکنیم. به این مثال توجه کنید. run که حرف ما قبل آخرش U هستش و حرف صدادار هست، به خاطر همین برای تلفظ راحت تر که بگیم running ما یک بار دیگه n رو اضافه میکنیم و سپس ING رو بهش اضافه میکنیم. فعل sit معنی نشستن که دوباره حرف ما قبل آخرش صدادار هستش، همونطور که میبینید I هستش و برای اینکه ما بنویسیم sitting یه بار دیگه تی رو اضافه میکنیم به فعلمون و sitting رو مینویسیم. و swim هم به همین شکل حرف ما قبل آخر I هستش، swim میشه swimming و در آخر اگه فعلمون به I و E ختم بشه مثل lie، ما I و E رو خط میزنیم و به جاش Y مینویسیم و سپس ING رو بهش اضافه میکنیم. lying